سلام رفقا، امروز میخوایم یکی از ارزشمندترین گوشی‌های اقتصادی بازار رو بررسی کنیم. گلکسی A15 سامسونگ به روزرسانی عالی نسبت به نسل قبلی خودش محسوب میشه که ارزش خریدش رو خیلی بالا میبره. این گوشی حالا اینجاست تا با هم نقاط ضعف و قوت اون رو بررسی کنیم. راستی اینجا برتر دیجیتاله و خوشحالمون میکنید اگه ویدیو رو لایک و پیج و کانال رو فالو یا سابسکرایب کنید. بدون معطلی بریم سراغ خود گوشی. سامسونگ بعد از سالها به یه طراحی مینیمال و زیبا رسیده و حالا چند نسله که دست به تغییر بزرگی تو ظاهر گوشیاش نمیزنه و همونو بهبود میده. 3 دوربین پشتی به صورت عمودی زیر هم چیده شدن و پایین قاب پشتی هم لوگوی سامسونگ حک شده. تو قاب جلویی هم یه نمایشگر با حاشیه‌های نسبتاً زیاد و دوربین سلفی وی شکل رو می‌بینیم. بدنه گوشی از پلاستیک ساخته شده که نسبت به قیمتش منطقی به نظر میرسه. وزن کلی دستگاه 200 گرمه و بدنه گوشی هم گواهی خاصی برای مقاومت در برابر آب یا گرد و غبار نداره. اما اگه بخوایم وارد جزئیات قاب جلویی بشیم، به مشخصاتی مثل نمایشگر سوپر آمولد 6.5 اینچی 90 هرتزی با حداکثر روشنایی 800 نیتی میرسیم. این نمایشگر که حدود 84% قاب جلویی رو تشکیل میده، وضوحی معادل فول اچ دی پلاس داره. نمایشگر زیر نور خورشید خوانایی بالایی داره و در کل کیفیت خوبی رو به کاربر ارائه میده. A15 با اندروید 14 و وان یو آی 6 عرضه شده و به گفته که سامسونگ قراره تا 3 نسخه اندروید به روزرسانی دریافت کنه که خبر خوبی برای یه گوشی اقتصادی به حساب میاد. گشت و گذار توی این رابطه کاربری حس خوبی داره و با لگ یا باگ بزرگی هم مواجه نمیشید. البته ویژگی‌هایی مثل هوش مصنوعی و نمایشگر همیشه روشن تو نرم افزار A15 گنجونده نشده. هلیو جی 99 تراشه 6 نانومتری مدیاتک مجهز به پردازنده مرکزی 8 دسته‌ای تو بطن این گوشی به کار رفته که برای انجام کارهای روزمره، وبگردی و گشتن تو پیام رسان‌ها مناسبه. در ضمن برای اجرای بازی‌های معمولی هم جوابه، اما برای بازی‌های سنگین خیلی نمیشه روش حساب کرد. چون پردازنده گوشی مصرف بالایی نداره، طول عمر باتری هم خیلی خوبه و با وجود یه باتری 5000 میلی آمپر ساعتی، این گوشی 1.5 تا 2 روز میتونه شما رو همراهی کنه. برای شارژ مجدد هم سامسونگ حداکثر توان 25 وات رو براش در نظر گرفته که باید آداپتور اون رو به صورت جداگانه تهیه کنید. 3 دوربین پشتی به حسگرهای 50، 5 و 2 مگاپیکسلی مجهزن که به ترتیب با لنزهای واید، اولترا واید و ماکرو همراه شدن. خبری از لرزشگیر اپتیکال تصویر نیست و فقط دوربین اصلی از فوکوس خودکار استفاده میکنه. دوربین واید 13 مگاپیکسلی هم وظیفه عکاسی و فیلمبرداری سلفی رو به عهده داره. در طول روز داینامیک رنج، کنتراست و وایت بالانس عکسای دوربین اصلی در سطح خوبی قرار دارن. اما جزئیات تصاویر چندان بالا نیست و کمی نویز هم تو تصاویر دیده میشه. توی شب جزئیات بازم افت میکنن، اما با روشن کردن حالت شب که فقط برای دوربین اصلی در دسترسه، وضعیت تا حد نسبتا زیادی بهتر میشه. دوربین اولترا واید خیلی عکسای خوبی نمیتونه ثبت کنه و شاید تنها نکته مثبت اون داینامیک رنج و کنتراست قابل قبولش باشه. توی شب وضعیت بدتر میشه و جزئیات به حداقل میرسه. البته باز هم نسبت به رقبای هم قیمت عملکرد خوبی داره. دوربین ماکرو همونطور که از وضوح 2 مگاپیکسلی و نبود فوکوس خودکارش مشخصه، چندان عکسای به درد بخوری رو نمیگیره. البته اگه فاصله درست دوربین تا سوژه رو پیدا کنید، عکس‌ها بهتر میشن و نمره قبولی رو میتونن بگیرن. عملکرد دوربین سلفی توی عکاسی واقعا مثال زدنیه و میشه گفت خیلی بهتر از رقبایی مثل شیائومی و برندهای دیگه است. جزئیات، کنتراست و داینامیک رنج نمونه عکس‌ها واقعا خوبه و در کل دوربین سلفی A15 امتیاز بالایی نسبت به رده قیمتیش از ما میگیره. در آخر اگه نمیخواید سراغ برندهایی مثل شیائومی، ریلمی یا حتی موتورولا برید و دنبال یه گوشی سامسونگی با قیمت مناسب و مشخصات خوب هستید، گلکسی A15 بهترین انتخاب ممکن میتونه باشه. این گوشی نمایشگر شفاف و پرنوری داره، ماندگاری باتری به شدت خوبی ارائه میده، نرم افزار سبک و روونی داره و البته روی دوربیناش هم میشه تا حدودی حساب کرد. اگه دنبال نقاط ضعفش هم باشید، میشه به اسپیکرهای معمولی، نبود شارژر توی جعبه، نداشتن گواهی ضد آب و نبود لرزشگیر تو ویدیوها اشاره کرد که با توجه به قیمتش قابل توجیهه. برای خرید، بررسی و مشاهده قیمت بروز انواع گوشی، لوازم جانبی و گیمینگ حتما به وبسایت برتر دیجیتال سر بزنید.